اینو توی هیچ کدوم، اگه کسی توی سیدی من این لطیفه دیده بود، همین الان 1,000,000 تومان بهش میدم. ندید. ببینید چقدر شما عزیزین رو یاد ایشون افتاده. ببینید در استان کرمان هر کی حرفی میخواد بزنه، بعد اگه یک کلمه یادش بره فوری میگه چیزه. خب مثلا عباس او چیز بیار، شامو بیار، یا ماما او چیز بیار، انبرده است. اول یه چیز میگه. خب حالا فرض کنید به یه کرمونی، نه به یه گفتن که آقا به نظر شما رئیس جمهور باید چه جور آدمی باشه؟ گفت ها ببین، رئیس جمهور نباید با چیز مردم بازی کنه، با اعتقادات مردم نباید بازی کنه. رئیس جمهور باید چیزش یکی باشه، یعنی حرف و عملش باید یکی باشه. رئیس جمهور باید بتونه به چیز 70 میلیون احترام بذاره، به خواست 70 میلیون احترام بذاره. رئیس جمهور باید بتونه رو چیزش وایسه، یعنی رئیس جمهور باید که رو حرفش وایسه. چیز رئیس جمهور باید قوی باشه، یعنی ارادش باید قوی باشه، که الحمدلله آقای روحانی خیلی چیزش کار درسته. به افتخار آقای روحانی هم یه دست بزنیم دیگه.